سلام، آوازم. نگاه کنیم، میخوام قدر مطلق رو بهتون توضیح بدم. قدر مطلق یه چیزی مثل کارواشه. هرچی که میاد توی کارواش چی میشه؟ تمیز میشه و در میاد. خب اینجا 2 داریم، 2 میشه -2. حالا اینجا -3 از تو کارواش چجوری در میاد؟ 3 در میاد. بله، اما مهمترین مشکل ما اینجاست. ببینید، باید اول داخل کارواشمون رو نگاه کنیم، حساب کنیم. -2 به اضافه 1 میشه چقدر؟ میگیم -2 به اضافه 1 میشه -1. درسته؟ خب حالا از تو کارواش چی در میاد؟ 1 در میاد. بله، متشکرم.